سلام، وقتتون بخیر. عسل کنار تازه برداشت امسال. اینها رو تو فیلم های قبلی که خدمتتون گذاشتم دیدید. اکسترکت کردیم از قاب های عسل و آوردیم. ببینید عسل کنار تازه یک کفی روش هست. این کف رو میبینید، مادی هست به نام ساپونین. بسیار برای بدن مفیده و این به صورت کاملا طبیعی و خدادادی توی عسل کنار هست. به مرور زمان جذب میشه توی خود عسل، یعنی تا حدودا 1 ماه دیگه این جذب عسل میشه و این کفر رو دیگه نمیبینید، تو خود عسل مخلوط میشه. رنگ عسل رو ببینید الان نسبتا روشنه. به مرور زمان عسل کنار تیره و تیره تر میشه تا آخرش نزدیک کهربایی و قهوه‌ای رنگ هست. عزیزانی که سالهای گذشته از ما عسل کنار رو تهیه کردن دیدن عسل کنار خیلی تیره بود و بافتش همینجور غلیظ‌تر میشه. الان این بافتش این مقدار رقیق تره. قدرت خدا این سیری هست که یک عسل طبیعی از برداشت تا طول زمان به خودش میبینه. تهیه بفرمایید، نوش جان کنید. بسیار عسل مقوی، پرخواص و فوق العاده محبوبه. توی کشورهای حوزه خلیج فارس این عسل رو بسیار میپسندن و بسیار مقوی بدن هست.